إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ای کافران، فرمان الله فرا رسیده است، پس برای آن شتاب نکنید. منزه است او و از آنچه با وی شریک می‌سازند برتر است. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله به فرمان خیش فرشتگان را با وحی بر هر کسی از بندگانش که بخواهد نازل می کند، با این پیام که ای پیامبران، مردم را از شرک به الله بیم دهید و به آنان بگویید که معبودی به حق جز من نیست، پس از من پروا کنید. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. او آسمان ها و زمین را به حق آفرید و از آنچه با وی شریک می سازند فراتر است. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. الله انسان را از نطفه ای آفرید و آنگاه او ستیزگری آشکار شد. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. و چهار پایان را برای شما آفرید که در آنان پوشش گرم و منافع دیگری است و از گوشت برخی از آنان میخورید. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. و در آنها برای شما زیبایی و شکوهی است، آنگاه که آنها را شامگاهان از چراگاه باز میآورید و هنگامی که صبحگاهان برای چرا به صحرا میفرستید. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. و آنها بارهای سنگین شما را از شهری به شهری میبرند که اگر چنین نمی کردند جز با زحمت دادن به بدن خیش نمی توانستید به آنجا برسید. قطعاً پروردگار شما دلسوز و مهربان است. والخيل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون. و همچنین اسبان و قاطران و خران را آفرید تا بر آنها سوار شوید و نیز برای شما مایه تجمل است و چیزهایی می آفریند که نمی دانید. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. و بر الله است که راه راست را به بندگانش بنمایاند و بعضی از آن راه ها بیراه است و اگر میخواست همگی شما را هدایت میکرد.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون. او کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاد که آشامیدنی شما از آن است و رویدنی هایی که چهار پایان خود را در آن میچرانید نیز از آن آب است. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات دیگر برای شما میرویاند. قطعاً در اینها برای مردمی که اندیشه میکنند نشانه است. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و او شب و روز و خورشید و ماه را به خدمت شما گماشت و ستارگان نیز به فرمان او در خدمت انسان هستند. بی تردید در این آفرینش برای خردورزان نشانه ای از قدرت پروردگار است. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. و همچنین آنچه را که در زمین به رنگ‌های گوناگون برای شما پدید آورد رام شما ساخت. بی تردید در این امور برای مردمی که پند میگیرند نشانه ای از قدرت پروردگار است. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و اوست که دریا را در خدمت شما گماشت تا از صید آن گوشت تازه بخورید و زیوری همچون مروارید و مرجان برای آراستن خود از آن بیرون میآورید و کشتیها را در آن دریا میبینی که سینه امواج را میشکافاند تا از فضل الله بهره‌مند گردید. باشد که سپاس گذارید. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. و در زمین کوههای استوار و محکمی افکند که مبادا شما را بلرزاند و جویبارها و راهها را پدید آورد تا راه خود را پیدا کنید. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. و نشانه های دیگر نیز قرار داد و آنان به وسیله ستاره ها راه یابی می کنند. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرید؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و اگر بخواهید نعمتهای الله را بشمارید نمی توانید آن را به شمارش درآورید. بی تردید الله آمرزنده مهربان است. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. و الله آنچه پنهان و آنچه آشکار می‌دارید می‌داند. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. و آنانی را که به جای الله به پرستش می‌خوانند
چیزی را نمی آفرینند و خود نیز آفریده می شوند. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اینان مردگانی بی جانند و خود نمیدانند که چه هنگام برانگیخته خواهند شد. الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون. معبود شما معبودی یگانه است و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان حق را انکار می کند و خود متکبرند. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. قطعاً الله آنچه را پنهان و آشکار می کنند می داند. بیگمان او متکبران را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. و چون به آنان گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است میگویند افسانه های پیشینیان. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تا سرانجام در روز قیامت هم بار گناهان خود را به تمامی بر دوش کشند و هم بخشی از بار گناهان کسانی را که از روی نادانی گمراهشان کرده اند. هان چه بد است آنچه بر دوش میکشند. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی نیز که بر همین شیوه و پیش از آنان بودند مکر ورزیدند. آنگاه فرمان الله در رسید که بنیادشان را از اساس برانداخت و سقف از فرازشان بر آنان فرود آمد و عذاب از جایی که اندیشش را نمی کردند بر سرشان نازل شد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. سپس در روز قیامت آنان را خار می سازد و می فرماید کجا هستند شریکان من که شما درباره آنان مناقشه می کردید؟ کسانی که به ایشان علم داده شده می گویند امروز خاری و عذاب نصیب کافران است. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. همان کسانی که فرشتگان عذاب جانشان را میگیرند در حالی که به خود ستم کرده بودند، پس آنان سر تسلیم فرود میآورند و میگویند ما هیچ کار بدی نمی کردیم. آری مسلماً الله به آنچه می کردید داناست. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. پس از دروازه های دوزخ وارد شوید و جاودانه در آن خواهید بود و جایگاه متکبران چه بد است.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقین. و به کسانی که پرهیزکاری نمودند گفته شد پروردگارتان بر پیامبر چه چیز نازل کرده است؟ آنان میگویند خیر و نیکویی بسیار. برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند پاداش نیکویی است و قطعاً سرای آخرت بهتر است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سرایشان باغ‌هایی از بهشت جاویدان است که به آن وارد می‌شوند. جویبارها از زیر درختان آن جاری است. در آنجا هرچه بخواهند برایشان مهیاست. الله پرهیزکاران را این گونه پاداش می‌دهد. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند و به آنان می گویند درود بر شما، به پاداش آنچه انجام می دادید به بهشت درآیید. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا کافران جز این انتظار دارند که فرشتگان برای گرفتن جانشان به سراغ آنان بیایند یا فرمان پروردگارت برای عذابشان فرا رسد؟ کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین کردند و الله به آنان ستم نکرد، ولی آنان خود به خویشتن ستم می‌کردند. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس کیفر بدیهایی که کردند به آنان رسید و آنچه مسخره اش می‌کردند آنان را فرا گرفت. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. و کسانی که شرک ورزیدند گفتند اگر الله میخواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را غیر از او نمی پرستیدیم و بدون اراده او چیزی را حرام نمی کردیم. کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین رفتاری کردند. ولی آیا پیامبران وظیفه جز ابلاغ آشکار بر عهده دارند؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقیناً ما در میان هر امتی پیامبری را با این پیام فرستادیم که الله یکتا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. پس از میان ایشان کسی هست که الله او را هدایت کرده و از ایشان کسی هست که سزاوار گمراهی است. بنابراین در زمین گردش کنید
و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چگونه بوده است. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ای پیامبر، هر اندازه بر هدایت آنان مشتاق باشی سودی ندارد، زیرا الله کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند و آنان یاوری ندارند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و مشرکان با سخت‌ترین سوگندهایشان به الله سوگند یاد کردند که الله کسی را که میمیرد بر نمیانگیزد. آری خواهد کرد، این وعده است که به حق بر عهده اوست که در قیامت همه مردگان را برانگیزد، ولی بیشتر مردم نمیدانند. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او مردگان را زنده می کند تا سرانجام حقیقت آنچه را که در آن اختلاف می کردند برایشان روشن سازد و تا کسانی که کافر شدند بدانند که دروغگو بودند. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سخن ما درباره چیزی که ارادهش را کرده ایم فقط این است که به آن میگوییم موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. و کسانی که پس از ستم دیدنشان در راه الله هجرت کرده اند در دنیا در سرزمین و مکانی نیکو آنان را جای می دهیم و اگر بدانند بیگمان پاداش آخرت بزرگتر است. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ای پیامبر، ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می کردیم نفرستادیم، پس ای مشرکان اگر نمیدانید از دانشمندان اهل کتاب بپرسید. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آن پیامبران را با دلایل روشن و کتابهای آسمانی فرستادیم و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که بر ایشان نازل شده است روشن سازی، باشد که بیندیشند. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا کسانی که بداندیشی و توطئه کردند از این ایمن هستند که الله همه آنان را در زمین فرو برد یا عذاب الهی از جایی که نمیدانند به سراغشان بیاید؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. یا آنکه به هنگام رفت و آمدشان گریبان آنان را بگیرد و نتوانند که مانعش شوند یا از آن بگریزند. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا آنکه آنان را در حال ترس از نزول عذاب فرو گیرد،
اما الله فرصت توبه می‌دهد. پس بی تردید پروردگارتان دلسوز مهربان است. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. آیا آنان به چیزهایی همچون درختان و کوهها که الله آفریده است نمی نگرند که چگونه با حرکت خورشید و ماه سایه هایشان از راست و چپ می گسترد و فروتنانه برای الله سجده می کنند؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. و هر جنبنده‌ای که در آسمان‌ها و زمین وجود دارد و نیز فرشتگان همگی برای الله سجده می‌کنند و تکبر نمی‌ورزند. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. آنان از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می‌ترسند و آنچه را که مأمورند انجام می‌دهند. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. و الله فرمود دو معبود برای خود به پرستش نگیرید، جز این نیست که معبود شما همان الله یکتاست، پس تنها از من پروا کنید. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و دین پایدار از آن اوست، آیا از غیر الله پروا می کنید؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. و هر نعمتی که دارید از سوی الله است، سپس چون به شما اندوه و رنجی میرسد به درگاه او زاری میکنید. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. و هنگامی که آن ناراحتی را از شما برطرف ساخت، آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک می‌ورزند. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا سرانجام ناسپاسان در حق آنچه به ایشان بخشیده ایم ناسپاسی کنند. پس چند روزی از نعمتهای دنیا بهره گیرید که به زودی نتایج کردارتان را خواهید دانست. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. و آنان از آنچه روزیشان کرده ایم برای چیزهایی که هیچ فهمی ندارند سهمی قرار میدهند. به الله سوگند که قطعاً درباره آنچه افترا میبندید بازخواست خواهید شد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. و آنان برای الله دختران قرار میدهند. او منزه است و برای خودشان آنچه را میل دارند قرار میدهند. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و هرگاه یکی از آنان را به تولد دختری بشارت دهند، در حالی که خشم خود را فرو می‌خورد، چهرهش از ناراحتی سیاه می‌شود. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
و به خاطر بشارت بدی که به او داده شده است از قوم خود پنهان می شود و با خود می اندیشد که آیا او را با سرشکستگی نگه دارد یا در خاک پنهانش کند. هان چه بد داوری می کنند. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم. صفت زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان نمی آورند و بهترین وصف از آن الله است و او شکست ناپذیر حکیم است. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و اگر الله مردم را به خاطر ظلمشان مؤاخذه می کرد جنبنده ای بر روی زمین باقی نمی گذاشت، ولی کیفر آنان را تا وقتی معین به تأخیر می اندازد و چون اجلشان فرا رسد نمی توانند ساعتی از آن تأخیر کنند و نه پیش افتند. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. و آنان برای الله چیزهایی قائل می شوند که خود از آن کراهت دارند و زبانشان چنین دروغ پردازی می کند که سرانجام نیکو از آن ایشان است. حقا که آتش دوزخ نصیب ایشان است و قطعا آنان از پیشگامان جهنم هستند و همواره در آن باقی می مانند. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ای پیامبر، سوگند به الله که به سوی امتهای پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم، اما شیطان اعمالشان را برایشان آراست و امروز نیز دوست و یاورشان هموست و برایشان عذابی دردناک است. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. و ما این کتاب را جز برای این بر تو نازل نکردیم که حقیقت آنچه را در آن اختلاف دارند برایشان بیان کنی و هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که ایمان می‌آورند. والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. و الله از آسمان آبی فرود آورد و با آن زمین را پس از مردنش زنده کرد. قطعاً در این امر برای مردمی که سخن حق را بشنوند نشانه است. و این لکم فی الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. و در چهار پایان قطعاً برای شما عبرتی است از آنچه در شکم آنهاست، از میان غذاهای هضم شده و خون شیر خالصی به شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
و نیز از میوه های درختان خرما و انگور هم شراب مستیاور و هم روزی نیکو و پاکیزه به دست می آورید. بیگمان در این امر برای کسانی که خرد می‌ورزند نشانه ای از لطف و قدرت الله است. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و از داربست هایی که مردم میسازند برای خود خانه بساز. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آنگاه از شیره تمام میوه ها و گل ها بخور و راه های پروردگارت را فرمان بردارانه طی کن. از شکم آنها شهدی رنگارنگ بیرون می آید که در آن شفای مردم است. به راستی در این امر برای مردمی که تفکر می کنند نشانه ای از علم و قدرت الله است. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. و الله شما را آفریده است و سپس جانتان را میگیرد و بعضی از شما هستند که به نهایت کهنسالی میرسند، چنان که پس از دانستن بسیاری چیزها چیزی نمیدانند و همه را فراموش میکنند. بیگمان الله دانای تواناست. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. و الله برخی از شما را بر برخی دیگر در نعمت و روزی برتری داده است، ولی کسانی که برتری داده شده اند حاضر نیستند که از روزی خود به بردگانشان دهند تا همگی در آن نعمت برابر شوند. آیا نعمت الله را انکار می کنند و شرک می ورزند؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. و الله برای شما از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگانی آفرید و از خوراکی‌های پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا باز هم به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت الهی کفران می‌ورزند؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. و به جای الله چیزهایی را میپرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزی آنان را ندارند و قادر به انجام هیچ کاری نیستند. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. پس برای الله مثلهای ناروا و شرک‌آمیز نزنید، چرا که الله میداند و شما نمیدانید.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. الله مثلی زده است: برده مملوکی که بر هیچ کاری قدرت ندارد و کسی که از جانب خیش به او روزی نیکویی بخشیده ایم و او از همان نعمتها پنهان و آشکار انفاق می کند، آیا این دو برابرند؟ ستایش و سپاس مخصوص الله است، اما بیشترشان حق یگانگی الله را نمی دانند. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. و الله مثل دیگری زده است: دو مرد را که یکی از آن دو لال است و هیچ کاری از وی بر نمی آید و سربار سرپرست خود می باشد و هر کجا او را می فرستد هیچ خیری به همراه نمی آورد و مأموریتش را خوب انجام نمی دهد، آیا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه مستقیم قرار دارد برابر است؟ ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدیر. علم غیب آسمان ها و زمین از آن الله است و تنها اوست که همه را می داند و امر قیامت جز به سرعت چشم بر هم زدنی نیست یا بلکه کمتر. بیگمان الله بر همه چیز تواناست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. و الله شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمیدانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد تا با آنها قدرت‌های الهی را درک کنید. باشد که سپاس گذارید. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا پرندگان را ندیده اند که در فضای آسمان رام شده اند و کسی جز الله آنها را در آن حال نگاه نمی دارد؟ به راستی در این قدرت نمایی برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هایی است. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. و الله برای شما از خانه هایتان محل آرامش و سکونت قرار داد و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که آن را در روز کوچ کردن و اقامتتان سبک و قابل حمل میابید
و از پشم و کرک و موهایشان تا مدتی معین برای شما اساس خانه و اسباب و وسایل زندگی فراهم نمود. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. و الله از آنچه آفریده است برای شما سایه سارهایی فراهم آورد و از کوهها برایتان پناهگاه‌هایی قرار داد و برای شما جامه‌هایی پدید آورد که از سرما و گرما نگاهتان می‌دارد و زره‌ها و تنپوش‌هایی که شما را در جنگتان محافظت می‌کند. او این گونه نعمتش را بر شما تمام می‌گرداند. باشد که در برابر توحید تسلیم شوید و شرک نورزید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پس ای پیامبر، اگر مشرکان روی گرداندند جز این نیست که وظیفه تو فقط ابلاغ آشکار است. يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. آنان نعمت الله را میشناسند ولی باز هم انکارش میکنند و بیشترشان کافرند. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. و به یاد آور روزی را که از هر امتی گواهی بر آنان برمیانگیزیم. آنگاه به کسانی که کافر شدند نه اجازه سخن گفتن داده می شود و نه از ایشان درخواست توبه می شود. و اذا رأى الذین ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. و کسانی که ستم کردند هنگامی که عذاب آخرت را ببینند نه عذابشان سبک می شود و نه مهلت داده می شوند. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. و کسانی که شرک ورزیدند هنگامی که شریکان خود را میبینند میگویند پروردگارا اینها بودند آن شریکانی که ما به جای تو میخواندیم. ولی شریکان سخن آنان را رد میکنند که بی تردید شما دروغگو هستید. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. و در آن روز در برابر الله سر تسلیم می‌افکنند و دروغ‌هایی که می‌ساختند برباد می‌رود. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه الله باز داشتند به کیفر آن که فساد می‌کردند عذابی بر عذابشان خواهیم افزود. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. و روزی را یاد کن که از هر امتی شاهدی از خودشان بر آنان برمیانگیزیم و تو را بر اینان شاهد میآوریم
و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که روشنگر همه چیز است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت است. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا الله شما را به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و زشتکاری و سرکشی نهی می‌کند. او شما را پند می‌دهد باشد که پند گیرید. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. و چون با الله پیمان بستید بدان وفا کنید و سوگندهای خود را پس از محکم ساختنشان نشکنید، در حالی که الله را بر خود ضامن قرار داده اید. بیشک الله از آن چه می کنید آگاه است. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. و مانند آن زن نادانی نباشید که رشته پشمهایی را که محکم تابیده بود از هم می گشود، که مبادا سوگندهای خود را به خاطر اینکه گروهی جمعیتشان افزونتر از دیگری است بشکنید و پیمان خود را با پیامبر لغو کنید و آن را وسیله تقلب میان خود قرار دهید. جز این نیست که الله شما را به این وسیله آزمایش می کند. یقینا روز قیامت آنچه را در آن اختلاف می کردید برای شما روشن می سازد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. و اگر الله می‌خواست همه شما را یک امت قرار می‌داد، ولی هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد هدایت می‌نماید و شما از آن چه می‌کردید قطعاً بازخواست خواهید شد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. و سوگندهایتان را دستاویز تقلب میان خود قرار ندهید تا مبادا گامی پس از استواریش بلغزد و به سزای آن که مردم را از راه الله باز داشته اید عذاب بچشید و برایتان عذابی سهمگین در پیش باشد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. و پیمان و عهد الله را به بهای اندک نفروشید اگر بدانید یقینا آنچه نزد الله است برای شما بهتر است. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد الله است باقی است و قطعاً به کسانی که شکیبایی کرده اند اجرشان را بر اساس بهترین طاعت و کاری که می کردند خواهیم داد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر کس از مرد یا زن که کار نیک کند و مؤمن باشد به زندگانی پاک و پسندیده‌ای زنده اش می‌داریم و به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پس هنگامی که قرآن می‌خوانی از شر شیطان رانده شده به الله پناه ببر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بیگمان او بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند هیچ تسلطی ندارد. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تسلط او تنها بر کسانی است که او را دوست و کارساز خود گرفتند و همچنین بر کسانی که به الله شرک می‌ورزند. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و هنگامی که حکم آیه‌ای را به جای آیه دیگر بیاوریم در حالی که الله به آنچه نازل می کند داناتر است، کافران می گویند ای محمد جز این نیست که تو دروغ بافی. آری بیشتر آنان نمی دانند. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است تا کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. و به راستی ما می‌دانیم که آنان می‌گویند در حقیقت بشری این آیات را به او آموزش می‌دهد. نه، چنین نیست، زیرا زبان کسی که این نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است، حالان که این قرآن به زبان عربی روشن است. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. یقینا کسانی که به آیات الله ایمان نمی آورند الله هدایتشان نمی کند و برای آنان عذاب دردناکی در پیش است. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات الله ایمان ندارند و اینان دروغگویان واقعی هستند. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. هر کس که بعد از ایمانش به الله کفر ورزد بازخواست می شود، مگر کسی که به این کار وادار شده باشد ولی دلش به ایمان آرام و استوار باشد. اما کسانی که دل بر کفر نهاده باشند خشم الله بر آنان است و عذابی سهمگین در پیش دارند. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. این به خاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و به راستی که الله گروه کافران را هدایت نمی کند. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اینان کسانی هستند که بر اثر گناهانشان الله بر دلها و گوش و چشمانشان مهر نهاده است و اینان غافلان واقعی هستند. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. بیشک آنان در آخرت زیانکارانند. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. با این حال پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از آن همه زجر کشیدن هجرت کردند و سپس جهاد نمودند و صبر پیش ساختند، پروردگارت نسبت به آنان بعد از آن همه مصائب قطعاً آمرزنده و مهربان است. یوم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. روزی که هر کسی می آید و از خود دفاع می کند و هر کسی در برابر آنچه کسب کرده است بی کم و کاست پاداش می یابد و بر آنها ستم نمی رود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و الله اهل شهری را مثل میزند که در امنیت و آسودگی به سر می برد و روزیش از هر سو به خوشی و فراوانی می رسید، ولی به نعمتهای الهی ناسپاسی نمودند و آنگاه الله نیز به سزای آنچه انجام میدادند طعم گرسنگی و هراس را به ساکنان آن چشانید. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. و پیامبری از خودشان به سوی آنان آمد اما او را تکذیب کردند. آنگاه در حالی که ستمکار و مشرک بودند عذاب الهی آنان را فرو گرفت. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. پس از آنچه الله روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید و اگر فقط او را می پرستید بر نعمت الهی شکر کنید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. الله تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر الله بر آن برده شده بر شما حرام کرده است. با این حال هر کس که به خوردن آنها ناچار شود و سرکش و زیاده خواه نباشد، قطعاً الله آمرزنده مهربان است. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و برای دروغی که بر زبان شما مشرکان جاری می شود نگویید این حلال است و آن حرام تا بر الله دروغ ببندید، زیرا کسانی که بر الله دروغ می‌بندند رستگار نمی‌شوند. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. بهره کمی است که در این دنیا نصیبشان می‌شود، ولی عذابی دردناک در انتظار آنهاست. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ما بر یهودیان آنچه را پیشتر بر تو حکایت کردیم حرام نمودیم و ما در حق آنها ستم نکردیم، بلکه آنها خود به خویشتن ستم می‌کردند. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. آنگاه پروردگارت نسبت به کسانی که از روی نادانی گناه کردند و سپس از آن کار توبه نمودند و درست کاری کردند، قطعاً پروردگارت بعد از آن آمرزنده مهربان است. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بیگمان ابراهیم پیشوایی فروتن در برابر الله و پاک دین بود و از مشرکان نبود. شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم. او شکرگزار نعمتهای الله بود. الله او را برگزید و به راه راست هدایت نمود. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما در دنیا به او نیکی عطا کردیم و قطعاً او در آخرت نیز از صالحان است. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سپس به تو ای پیامبر وحی کردیم که از آیین ابراهیم پیروی کن که پاک دین بود و از مشرکان نبود. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تحریم صید روز شنبه تنها بر کسانی که در آن اختلاف کردند به عنوان مجازات مقرر شد و بیگمان پروردگارت در روز قیامت در مورد آنچه اختلاف می کردند میانشان داوری خواهد کرد. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
ای پیامبر با حکمت و پند نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکوتر است با آنان بحث و مناظره کن. بی تردید پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه شده داناتر است و او به حال هدایت یافتگان نیز داناتر است. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. و اگر خواستید دشمنانتان را مجازات کنید پس چنان مجازات کنید که آنان شما را مجازات کرده‌اند و اگر خویشتن‌داری و شکیبایی کنید بدانید که این شیوه برای شکیبایان بهتر است. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. و ای پیامبر شکیبایی پیشه کن و شکیبایی تو جز به توفیق الهی نیست و بر آنان اندوه مخور و از مکری که می‌ورزند دلتنگ مباش. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بی تردید الله با کسانی است که پروا داشته‌اند و کسانی که نیکوکارند. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم